در سالهای اخیر دانشمندان با استفاده از فناوری‌های پیشرفته تحقیقات جدیدی را درباره مثلث برمودا آغاز کردند تا راز ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها را کشف کنند. کشتی‌های تحقیقاتی مدرن با سونار و ربات‌های زیردریایی کف اقیانوس را بررسی می‌کنند و داده‌های دقیقی از این منطقه مرموز جمع‌آوری می‌کنند. یکی از نظریه‌های جدید وجود حباب‌های بزرگ گاز متان در بستر اقیانوس است که می‌تواند باعث غرق شدن ناگهانی کشتی‌ها شود. گزارش‌های علمی و داده‌های ماهواره‌ای اطلاعات تازه‌ای درباره شرایط جوی، جریان‌های آب و میدان مغناطیسی منطقه ارائه داده‌اند که به حل این معما کمک می‌کند. با وجود این تحقیقات، هنوز همه رازهای مثلث برمودا فاش نشده است. شما فکر می‌کنید علم می‌تواند این معما را کامل حل کند؟